تبادل پیام‌ها در واقع مانند گذشته ادامه داره و هیچ وقفه‌ای در این مسیر صورت نگرفت. آقای دکتر، آخرین دستور و تأکیدی که آقای رئیس جمهور شما به وزارت خارجه اصولا داشتن داریم پیگیری می‌کنیم. تأکید ایشون به طور جدی بحث فعال بودن در عرصه سیاست خارجی و همینطور محوریت سیاست همسایگی و تعامل جدی با همسایگان تو عرصه‌های مختلف. آقای باقری، پرونده هسته‌ای با آقای شمخانی واگذار شده؟ گفته میشه که واگذار شده. ما پرونده که البته نداریم تو هسته‌ای. فعالیت‌های هسته‌ای در واقع در چارچوب تدابیر نظام زیر نظر در واقع شورای عالی امنیت ملی همچنان ادامه داره. آقای باقری، آزادسازی ارزهای بلوکه شده همچنان ادامه داره؟ مذاکراتش جاری است. آقای دکتر، خب این سفری که به هر حال مقامات عمانی داشتن، بفرمایید که حالا در حوزه بحث مذاکره رفع تحریم هم صحبتی شد که سفری که عمان داشتن؟ ما تو موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوع غزه و جنایت‌های رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه به طور مفصل صحبت کردیم. در موضوعات دیگه بین‌المللی هم همینطور با هم رایزنی داشتیم.